به قدری قشنگه که اصلا نمیتونی تصور بکنی. این مسیر برای من کلهم نزدیک 13 سال طول کشید که بتونم یک بعد عجیب غریب ببینم. سوال اول و آخر یک چیز است: من کیم؟ چون روح‌های قوی گوش‌های قوی. الان طرف میگه آره داداش بده من ببین چطوری هندل میکنم ناموسم. درود فراوان خدمت روح پاکت، افکار زیبات و در آخر جسم قشنگت. چگونه از فرش به عرش الهی دست پیدا کنیم در کمترین زمان. در ابتدا خدمت عرض بکنم که به قدری زیباست که باورت نمیشه. این برای کوه میگم. به قدری قشنگه که اصلا نمیتونی تصور بکنی. ساده ترش بکنیم، تقریبا 12-13 سال پیش تو همون زمینی که الان شما هستین، تو اون شرایطی که الان هستین، چه بسا خیلی بدتر، چه بسا خیلی وحشتناکتر نگم برات. شاهد بسیار است. هفته 2-3 بار من دایرکتمو که نگاه میکنم، طرف با ترجمه میشه سعید چگینی خودتی؟ من فلانیم. باورناپذیر. پس میخوام بگم 13 سال پیش شرایط تو رو داشتم و تو الان خدا رو 100,000 مرتبه شو خیلی عالی. به موقعش باز میکنم که چی بود، چی کار میکردم. اما الان اومدم این بره کوه، منظره رو دارم میبینم و لذت میبرم. خدا رو 100,000 مرتبه شکر. خودتون دارید میبینید شاید 3 سال من دارم تک تک دایرکتاتون و حرفاتون و حالا همه چیتون رو من دارم آنالیز میکنم. 3 سال دارم روتون تست میکنم، ولی تست قشنگی، حالا بهش میرسیم. و این مسیر برای من کلهم نزدیک 13 سال طول کشید که بتونم یک بعد عجیب غریب ببینم. توی گذشتم، حالا به خصوص این 2-3 سال اخیر، ما کد زیاد میدادیم. طرف میگفت چرا کد داری میدی؟ کد میدادیم و بعد میایم تحلیل میکردیم و آگاه میکردیم. میگفتیم آقا نسبت به این سندیت مدرک بر همش. گذشت و بر علیه ما کودتا کردند و گفتن آقا اگه راست میگی اس بگو. دیگه ما اومده بودیم، فکر میکنم دیگه قشنگ یادتون هست دیگه، توی 7-8 بار هم اس گفتیم، هم تاریخ گفتیم، هم یه جوری ساعت هم گفتیم. اینایی که بهت میگم مثلا در مقابل این حالی که میاد هیچی نیست. انقدر این حال قشنگ، دنبال چیز دیگه ای نیست. دیگه محمد نمیگم چون فدکانس قشنگ توجیه نمیشد، چون مردمان ما یه چیزی هستن که فقط دنبال منفیشن. من میگفتم آقا آگاه باشید، مثلا 5 روز دیگه فلان داستان اتفاق میفته. وای قلبم چی میشه؟ حالا هیچی شد، تموم شد رفت. بعد یارو میگه تو گفته بودی. میدونی؟ میدونم که چه حالی داری، که چه شرایطی داری. اومدم کمکت کنم. اومدم یه چیزایی بهت بگم که بگی ای خدای زندگی اون بود، پس این چیه؟ زندگی رو بهش می‌کشی. بخوام راستش رو بهت بگم، یک جایی میرسی دستو میذاری بالای کوه، فرض کن 9 سال 10 سال تو یک مسیری رسیدی. همون زمین سخته. شما الان فرض کن تو یک زمین سخت، بدون امکانات، بدون آب غذا، وحشتناک داری زندگی میکنی. من 13 سال پیش تو همون زمین بودم. شما نشستی، من بلند شدم، با یه سری از قوانین، با یه سری از امکانات تونستم برم اون ور کوه. اما بعد 10 سال رسیدم نوک کوه، این دستمو انداختم روی کوه که برم اون ور ببینم چه خبره. دستم لیز خورد، ریسمانی که خیلی کلوف بود داشتم میرفتم بالا، نزدیک بود برسم، پاره شد. یه دونه نخ نازک مونده بود. اونجا با خدای خود صحبت میکنی، به اون لول خواهی رسید. دارم بهت میگم که روشن بشی. به خدای خودت میگه خدایا کمک کن، دستمو بگیر بیام بالا. هر کی که دنبالشه چشم میارمش توی مسیر، این برو ببینه. دیالوگ تموم نمیشه با خدا، یه دست میاد و میگیرتت پرتت میکنه اون برم، یه پس بیا این کو. اونجایی که منم آدم بدقولی نیستم، میخوام خیلی چیزا رو بهت بگم که اصلا باورت نمیشه. و دلیل اصلی دیگه هم حقیقت، من اصلا اهل قضاوت نیستم، اینو یادتون باشه. اینجا وسط، پایین ترین حد میشه قضاوت، بالاترین حد میشه درک، ادراک. کسی که قضاوت کنه یه شخص دیگری قدرت درک نداره. کسی که بتونه درک بکنه یه شخص دیگری رو نمیتونه قضاوتگر باشه. قضاوت در حدی برای خودت آنالیز کردن اوکی، بیشتر از اون نه. قضاوت نمیخوام بکنم، ولی به جرئت دارم میگم توی اساتیدی که هستن، حالا تا اونجا که من میشناسم، دوستام هستن، دور و اطرافیان هستن، کسی رو ندیدم که بخواد اینجوری بخواد تعریف کنه یا حداقل بدونه.
در کتب‌های خارجی و هر زبانی هم که بگید من کسی رو ندیدم حقیقت. همه از یک بعد به این جایگاه رسیدن، کسی ابعادهای مختلف رو انجام نداده. به خاطر همونه که همه ایراد دارن، همه گیرن. آقا یکی با یک موزیک، با یک سبک موزیک رسیده به اون حال قشنگه، من که با موزیک حال نمی‌کنم چیکار کنم؟ یکی با مدیتیشن رسیده به اون حال قشنگه، فقط داره مدیتیشن رو توضیح میده. آقا من تو عمرم مدیتیشن نکردم، مدیتیشن چی؟ نه تو نمیرسی، باید مدیتیشن کنی. این چه؟ فلان فوتبالیست با ورزش کردن به اون جایگاه و حال خوبه رسیده. آقا همه فوتبالیست نمیشن، مگه میشه؟ همه هم اومدن اون مسیری که خودشون رفتن و گفتن و شق القمر نکردن، شاهکار نکردن، در حالی که خیلی بزرگتر از این ابعاد و وسعت هست و خیلی ساده ترش اینه که شما باید یه کارهایی رو نکنی به این حال قشنگ برسی تا اون کار انجام بدی. یعنی خوراک افراد تنبل و این چیزاست این حال قشنگی رو که بهت میگم. خلاصه بگم در کل میخوام یک بعد دیگه از دنیا بهت نشون بدم، یک چیزای عجیب و غریبی رو متوجه بشی. خیلی الان این قدرت رو بهت بدم میتونی هندل بکنی. الان طرف میگه آره داداش بده من ببین چطوری هندل میکنم ناموسن. طرفم گوش کن متوجه میشی. من میگم 100% نه. این قدرت رو اگر به تو بدن فکر نمیکنم بیشتر از 1 دقیقه بتونی زنده بمونی ماکسیموم. مثال بزنیم گارد داری دیگه، نه داداش میتونم بده فلانه. گوش کن بازش کنم. رفیقی داشتی، بخوام ساده تر بگم قابل لمس باشه برات، با یکی دوست بودی، جنس مخالف دیگه، همه دنبال این داستان بودن و هستن دیگه. دنبال جنس مخالفی باش رفیق میشی، بعد 6 ماه 7 ماه 8 ماه یه کاری میکنه. سری اول چه دیالوگی میگی؟ یکی رفیقت میگه با یه کاری کرد مغز من سود کشید، سرم درد گرفت. این بار اول. اون شخص رو چون دوستش داری دیگه، ناچاری چون دوستش داری، عاشقشی دیگه. در مورد عشق و تمام این کلمات صحبت دارم باید که لذت ببری. یا میبخشیش، میاد چند ماه بعد حرکت بدتر از اون رو انجام میده، خیانت بدتر رو انجام میده. شما میگی وای قلبم شکست، علنا به طرف میگی قلب منو به درد آوردی. چی شد؟ مرحله ای که مغز سود کشید، مغز درد گرفت، سر درد گرفت، رفت کنار، مرحله بالاتر اومد، مرحله بعدی اومد، قلبم درد گرفت. 99% افراد اینجا به ناشکری میرسن، اینجا به خودکشی میرسن، اینجا به ناامیدی میرسن، اینجا به بد و بیرا گفتن میرسن. بعضیا میگن آقا من نمیبخشمش، بعضیا میگن تا تلافی نکنم بیخیال نمیشم و 99% افراد. تو تا اینجا میدونی دیگه، نه سینه‌تو سپر کردی بگو آره من. بعدش چی میشه؟ تازه بعدش از اینجا به بعد شروع میشه. شما باز هم میبخشیش و 6 ماه 7 ماه بعد علنا میاد جلوی چشت به بدترین روش و به بیرحمانه ترین شکل باز هم بهت خیانت میکنه، بهت آسیب میزنه. اینجا یک کلمه‌ای به وجود میاد، یک حسی به وجود میاد به اسم روح هم به درد اومد. روح هم شکست، اشتباه، چیزی نداریم. روح هم به درد اومد. زمانی که روح تو به درد بیاد یه سوخت جتی شکل میگیره داخل تو، یک بعدی توی تو شکل میگیره، یک وسعتی توی تو به وجود میاد که باورت نمیشه. همچین چیزی رو میدونستی؟ نمیدونستی، چون همیشه اون گام دوم قلبت شکسته رفتی و زمانی که رفتی 1 ماه 2 ماه 3 ماه 4 ماه 5 ماه بعدش یه شخصی که دقیقا مثل همون، دقیقا شبیه همون اومد توی زندگیت، همون کار رو باهات کرد، باز قلبت شکست، باز اومد. هی تکرار شده. و 8 سال 10 سال 20 سال 30 سال داری تکرار میشی. خب چرا داره تکرار میشه؟ جهان هستی داره تکرار میکنه که متوجه بشی، فقط متوجه بشی. چرا؟ چون اون درد رو متحمل شدی و باید تشکر کنی از اون. من اشخاصی رو میشناسم، قبایلی رو میشناسم 50 سال 70 سال 90 سال از هم کینه دارن، هنوز تو همون جایی بودن که هستن. بابا ببخش، تمام، انشالله خوشبخت شی. مرسی، سپاس بابت این که منو یک بود بردی بالاتر.
من زمانی که یک بعد بره بالاتر دیگه همچون اشخاصی تو مسیر من وجود ندارن، میرم بعد بالاتر، آدم‌هایی از اون باحال‌تر و بعدشون قشنگتر بالاتر، توی اونجا این مسیر باز هست، تکرار میشه، انقدر تکرار میشه که برسی نوک کوه. ببینی 8 بار 9 بار 10 بار این اتفاق افتاده، به خودت میای این نوک کوهی. خیلی قشنگ. پس باید به جای اینکه بگی نمیبخشمش، من کینه شطوریم، من نمیدونم اله میکنم، بابا ول کن، دنبال چی؟ حال داری میکنی با این حالت حال کن، دوست داری این حالتو لذت ببر. حتی حالا متوجه شدی که میگی آره این قدرت بده به من، چطوری هندل میکنم؟ تو اصلا نمیدونی این من دارم چی بهت میگم. پس هیچ وقت گارد نداشته باش، همیشه نقد پذیر باش. من توی دور اطرافیام دوستام معروف هم به نقد پذیری، چون زمانی که نقد رو بپذیری یعنی اینکه بعد بهتر و بالاتری رو شناختی از خودت. همیشه نقد پذیر باش، هیچ وقت گارد نداشته باش به هر کسی، حتی خودت. طرف که نه طرف بیاد به بابام فلان بگه من میذارم سرش اینجوری اونجوری. عزیز من شاید پدر شما اومده یک حق یا ناحق کرده، بشنو. زمانی که میشنوی خودت در جایگاه قاضی قرار میدی، زمانی که از قاضی نگاه بکنی بی‌طرف باید نگاه بکنی. ببین این یک بعد کوچیکی از اون داستانی که دارم بهت میگم و تو هنوز به این درجه نرسیدی. بعد میخوای یه قدرتی به طور مثال دستت پیدا بشه که توی آدما رو همه رو داری میبینی، متوجه هستی، رفیق صمیمیت، رفیق 15 سالت مثلا میگم و میاد از جیبت فلان میکنه، نمیدونم کسی که وسط داره بهت خیانت میکنه، تو باید میدونی ولی اصلا نباید به روش بیاری. همچین قدرتی رو داری، الان داری؟ نداری، بدون شک نداری، و تو اون جایگاه نبودی. حالا بگذاریم. پس میخوام بهت بگم انقدر عجیب و جالب و باحال و قشنگ و زیباست که باورت نمیشه. وارد مسیر بشیم. قبل از اینکه وارد مسیر بشیم نیازمند ملزومات هستیم. یه چیزایی باید جمع‌بندی کنیم که وارد مسیر بشیم. هر کی دوست داره قدمش به روی چشم تشریف بیاره، ولی راه همه جور است. شنا داره، شنا بهت یاد میدم. کوهنوردی داره، کوهنوردی رو بهت یاد میدم. تمام استادا گفتن آقا 8 ساله 10 ساله 15 ساله، چرا طرف مثلا بعد 20 سال 30 سال به این رسید؟ کلکاشو بلدم، بهت یاد میدم. هر راهی یه میانبر داره. تمام میانبرها رو من تست کردم. شخصیتی نبودم که بخوام وایسم یا صبر بکنم یا هر چیز دیگه. تو این چند وقت اخیر متوجه صحبتام شدیم. حالا ملزوماتی که نیاز داریم که میخوایم راه بیافتیم دیگه، یه سری ملزومات نیاز هست که وارد مسیر بشیم. این مسیر انقدر جالبه، فان داریم، دعوا داریم، نمیدونم خال زنک بازی داریم، لوتیگر داریم، همه جور کرکتر و همه جور شخصیتی ما در این مسیر داریم. به این منعوت و مربوط نمیشه که الان شما تنبل هستیم توی مسیر هم تنبلید. خیر، از اینجا به گذشته تو کاملا پاک کن، از بین ببر. طرف الان میگه آره من توی مدرسه وای همش درسامو 6 میشدم 7 میشدم، آقا سعید چیکار بکنم من الان؟ اتفاقا شما جزو افرادهای قدر این مسیر میشید، اینو بهت قول میدم. اشخاصی هم که زرنگن باهوشن همش شاید بگن که آقا اینو بلد بودیم، اینو میدونستم، این فلان، اینجوری به خودش بدین عقب. پس اگر تنبلی، نمیدونم خسته‌ای، بیحالی، بیکاری، هر سیستمی که داری از الان به بعد توی مسیر نشون میدی، بیشتر با شخصیت خودت آشنا میشی. ملزوماتی که میخوایم استارت بزنیم، خب باید ملزومات رو بنویسی دیگه. نمیتونی یاد نمونه که 500 تا چیز من بگم میتونی بنویسی؟ نه، 2 تا 3 تا 4 تا نه 6 تا شدش بمونه دیگه. پس نیازمند یه چیزی هستیم که بخوایم بنویسیم. 2 تا دفتر خوشگل که باش حال میکنی همیشه کنار باشه. جهان هستی و حالا کائنات احترام فوق العاده خاصی به نوشتن قائلن. به قولی میگه که هر چیزی که قلم آید به کار آید، هر چیزی که نوشته شود روزی انجام شود. گویا میگویند که جهان هستی بر اساس ذهن و تصور و اون تصور روی نوشتار مکتوب شده و به وجود اومده و این اتفاقات هم بر اساس همین هست. نمیدونم، حالا میریم جلوتر بهش میرسیم، به خیلی چیزا میرسیم، ولی با لذت، ولی با قشنگی، با حال خوش. خیلی حال میکنی. اینو بهت قول میدم که
یه چیزایی متوجه میشی که تازه میفهمی زندگی یعنی چی. الهی 100,000 مرتبه شکر. شروع کنیم. بریم برای سوال اول. سوال میشه؟ بله سوال میشه. و خیلی جالبه که سوال اول و آخر یک چیز است. سوالی که اول میشه و آخرم که من رسیده بودم ته اون بهشت رو دیده بودم اون ور کوهو، همین سوالم گفت به من بگو بعد برو خداحافظ یه برو تو حالت ببر. سوالی که اول پرسیده شد با آخری یکیه؟ آره یکیه. اون سوال چیه؟ این سوالو تو از خودت میپرسی. من کیم؟ بهش فکر کن. من کیم؟ وای خدای من. آقا سعید من دختر زبیده خانم هستم، بابام اکبر آقا قصابی داره میدونی، بعد همسایه‌مون اینجوریه. آره بابا من مثلا 50 ساعت برات تعریف میکنم که کیم. داداش من میدونی بچه فلانزام 15 نفر اینجوری کردم، بابام اینجوریه، بعد بچه فلانزام 4 تا بنز انداخت زیر پامون. اینایی که گفتی و متوجه شدی همش ارتباط میشه به تو. سوالم مجدد میپرسم. سعید من کیم؟ سوال از خودت بپرس. تو کی؟ 2 دقیقه میتونی برام صحبت بکنی که تو کی؟ میتونی 6 خط بنویسی که تو کی هستی؟ جوابش 100% نه. این چیزایی که داری میگی اوکی، اما نه. جوابشو 4-5 دقیقه پیش بهت دادم. فهمیدی؟ از این به بعد سعی کن فقط نیایی گوش کنی بری. بهت قول میدم پس فردا 4-5 بار دیگه 4-5 جلسه دیگه بخوای حرفمو گوش کنی برگردی اینجا، متوجه میشی یه چیزایی بهت گفتم، یه کدایی بهت دادم که اون موقع متوجه میشی. الان فقط داری میشنوی. پس به حرفم کاملا دقت کن، چون من کلا سیستمم جوریه که عاشق اشخاص باهوشم، چون روح‌های قوی هوش‌های قوی هم میخواد و جسم‌های ضعیف. اینا رو بارتون باز میکنه. همین در حدی که فقط گوشتون بشنوه، کم کم براتون نرمال بشه. چون فقط میخوام میانبر برم، من خودم دوست ندارم بخوام مسیر طولانی باشه، میخوام سریع ببرمتون اون ور ببینید. و چه بخواید چه نخواید نسبتیمو هم میبرم. بس به این شخصیت خودتون داره که چه کاراکتری داشته باشید. خب تو کی؟ داری فکر میکنی قبلش چی گفتم و اینا؟ آره فکر کن، برگرد به قسمت همون جایی که من بهت گفتم از اون ور کوه اومدم. 4 تا سوال ایجاد میشه برای من کیم. من کیم؟ من سعیدم فلان؟ نه، سعید مربوط میشه به من کیم؟ از کجا اومدم؟ به کجا میرم؟ چه 4؟ از کجا اومدم؟ به کجا میرم؟ 3 از اینجا اومدم میخوام به اینجا برم دیگه. مسیر چیه؟ مسیر همین کوه هست. کجا بودی روز زمین سخته؟ کجا میخوای بری؟ اون برای کوه که بهشت بسیار زیباست. این 3 تا جوابشو گرفتی. 4 چی کار باید بکنی؟ قشنگ شد نه؟ پس الان فهمیدی که چی کار باید بکنی. فهمیدی کجایی؟ میدونی کجا میخوای بری؟ مسیر رو فهمیدی کوه هست. فقط باید چی کار بکنی. چی کار بکنی دیگه تو اون دفترت مینویسی که باید چی کار بکنی. دوستتون